شما فرمودید. من میخوام فیش حقوقی چند تا از کارگرای معدن تزرع رو یه بار دیگه نشون بدیم که ما این فیش حقوقی کارگراییه که یه چند دقیقه قبل از انفجار معدن تزرع از دوستاشون خداحافظی میکنن، یعنی مثل بقیه همون کارگرایی که به رحمت خدا رفتن. این فیش حقوقی سال گذشتهشون آبان ماه 1402 مبلغ در واقع خالص پرداختی 8,500,000 تومان با حالا حاشیه ها و حق مسکن و همه چیزاشون. کسورات خاص غیر چیزی هم نداره، یعنی کسوراتش فقط همون بسته بیمه است. 8,500,000 تومان که الان حالا 25% امسال رشد کرده باشه میشه مثلا 10.5-11 میلیون تومان. یعنی توی عمق 500 متری زمین کسی که در واقع داشته کار میکرده با این حقوق، بله تازه اضافه کارم گرفته، یعنی اضافه مبلغ کار کرده 30 ساعت هم اضافه کار داشته. با هم ببینیم بعدی رو. سختی کارشون جالبه 613,000 تومان. این یکی عزیز دیگه هم با 2 تا فرزند یا 9,900 هست، 9,900,000 تومان مال آبان ماه سال گذشته هست با 2 تا فرزند. برای چند تاشون بگم یکی دیگه هم نشون بدم ببینیم با هم. بعدی رو با هم ببینیم. تو این اضافه کار نداشتن، 2 تاشون اضافه کار نداشتن، فقط کارکردشون 30 روز بوده. این یک برادر دیگه همون 7,400,000 تومان که حالا سختی کارش ایشو در واقع 613,000 تومان. میخوام این سختی کاره برای من خیلی عجیبه، یعنی روزی تقریبا 20,000 تومان سختی کار کردن تو عمق 500 متری زمینه. من یه بار اینو مقایسه کردم با حق مأموریتی که حق مأموریت خارج از کشور یورویی که بعضا مسئولین میگیرن که حدود 70 یورو 100 یورو برای یک روز کاری. مثلا نمایشگاه کتاب مثلا فرانکفورت مثلا مسئولین میرن اونجا، خیلی کار سختی هم هست، روزی مثلا 70 یورو 100 یورو بسته به اینکه مدیر کل باشن معاون. مقایسه بکنید اون رقم رو با این سختی کار یک ماه یک کارگر معدن.